سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدید به یک ویدیوی جدید خفن دیگه. تو این ویدیو قرار آموزش کامل تورنمنت کال آف موبایل رو بهتون بگم که داستانش از چه قراره و همچنین جوایز رایگانی که در این تورنمنت وجود داره رو چجوری بیاین دریافتش کنین. قبلش ممنون میشم اون دکمه سابسکرایب رو بزنی و یه لایک هم بکوبی که با این کارت یه انرژی بهم دادی. خب تو این صفحه که میبینین اون پایین سمت راست نوشته تورنمنت. اگر همچین صفحه تا الان برای شما نیومده یعنی دیگه تا آخر سیزن 4 کال آف دیوتی برای شما نمیاد. این از این. خب حالا روی تورنمنت میزنیم و میگه که تورنمنت روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه ساعت 14 و 30 دقیقه باز میشه و پایانش هم ساعت 18 و 30 دقیقه، یعنی حدود 4 ساعت زمان دارین در تورنمنت شرکت کنین. خب بعد از چند ساعت بالاخره تورنمنت باز شده و حالا میتونیم وارد بشیم. خب همونطور که میبینین یه همچین فضایی رو تو تورنمنت داریم که تمامش مورد بررسی قرار میدیم که اون بالا سمت راست اگر بزنین میبینین تو لیست لیدربورد که هرچی اون تاج شما بیشتر باشه جایزه بیشتر، یعنی دنس و سی پی و از این جور داستانا رو میتونی بگیری. و توی قسمت بعدی تعداد مچ های شما است که اگر 4 تا مچ رو کامل ببری این جایزه ویژه رو بهت رایگان میده که شامل 2 تاج و 1 کاور و 1 جعبه شانس است که چیز خیلی باحالیه. و اگه هم توی یک مچ باخت بری کلا به ازای هر برد 1 تاج بهت میده. و تو قسمت میلستون ریوارد هم شما به تعداد بردی که کسب کنین 1 تاج میگیرین و اگر مثلا 10 تاج بگیرین جعبه اولی رو رایگان میگیری و اگر 12 تاج بگیری جایزه پرمیوم رو میگیری. البته که برای گرفتن شما باید سی پی بدین که اگر دوست داشتین میتونین بگیرین، اگر هم نه که میتونی تعداد تاجت رو بیشتر کنی و جایزه های رایگان دیگه شو بگیری. و تو قسمت بعدی یعنی رنک ریواردز شما به تعداد تاجی که از هر مچ به دست بیارین و در لیدربورد اول تا نفر دهم بشین کلا جایزه رایگان رو میتونی بگیری که از نفر اول تا چهارم به ترتیب 3000 سی پی، 2000 سی پی، 1000 سی پی و 100 سی پی و جایزه های مختلف دیگه. و تو قسمت پایین‌تر هم میگه که همون پریمیومه، یعنی برای دریافت جایزه 400 سی پی باید بدین تا آپگرید بشه که اگر میتونین بگیرینش. و همینطور پایین‌تر اگر روی این تصویر بزنین کلا مچ شما گان فایته و با مپ های کینگ، راست، شیمنت، ریکلیم، داک و کیل هاوسه. و یه چیز دیگه که باقی میمونه قبل از مچ اینه که شما 2-2 میتونین بازی کنین. خب حالا استارت میکنیم و شروع بازی. همونطور که میبینید اگر 5 وین بگیرین کلا مچو بردید و هر مچ 40 ثانیه زمان دارین تا پایان بدین. در غیر این صورت 10 ثانیه زمان دارین برین روی اون پشم وسط تا بازی رو ببرید. و تو همین ثانیه یک ترفندی وجود داره برای برد، اینه که میتونید صبر کنید تا انمی وارد اون نقطه وسط بشه، بعد میتونید سریع اونو بکشین و بازی رو ببرین. اینم یک ترفند مخفی و هر دست بازی که ببرین طرف مقابل سلاح مورد نظر رو انتخاب میکنه و بالعکس. و یک نکته دیگه که وجود داره و حساسه اینه که اگر تو بازی دوستتون به هر دلیلی از بازی خارج بشه دیگه هیچ کس دیگه‌ای به جاش نمیاد و فقط خودت میمونی و خودت تا انتها باید بازی رو ادامه بدی. و اگر 3 مچ رو بردی و یکی رو باختی برای اینکه اون باختت حذف بشه میتونی 30 سی پی بدی و فقط باختت حذف بشه که بتونی دوباره همون یک مچ رو ببری که 4 تا کامل بشه و جایزه 4 تا برد رو بگیری. خب دوستان اینم از آموزش کامل تورنمنت کال آف دیوتی موبایل. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر دوست داشتین حتما لایک و سابسکرایب کنید. عشق منید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.